دوستا جان یک سوال داشتیم. خب بفرمایید سوالتان رو بگوید. استاد جان امی شخصای برام دیدن که امی ابو حنیفه را تکفیر میکنن. انا سببش در امی که میگه که علمای همو دور خودش یعنی که سه قرن اول ده هیچ علما مقصد اثبات کردگی نیستن که امی توبه کردگی های. استاد جان امی را مقصد بین هم برادرو در فتنه شدگی گفتم امی را با دلیل یا بای میکردن استاد. در این باره زیاد گپ زده شده. خب قرار گپ زده شده که روایت های صحیح است. اول قرآن مخلوق میگفته رجوع کرده. از ابو یوسف روایت صحیح است، میگه که ما کتش مناظره کردم درباره خلق قرآن، میگه باز رجوع کرده. و دیگه زیاد اقوال سلف است در این باره که میگه از بعض خطاهایی که سابق داشت از او رجوع کرده، یعنی توبهش با ثابت است و گفته که کسی قرآن مخلوق بوده کافر میشه. دیگر در یک چیزی که توبه ثابت در روایت ها و او جگه تا شک باشه تو نمیتانی که، یعنی چند روایت ایسو باشه چند روایت اوسو باز تکفیر نمیتانی. کسی اسلام مثل به یقین ثابت باشه کافر نمیشه که، یعنی یقینی نباشه. دیگه این کسا کس غلو میکنن، غلو زیاده روی میکنن. غلو زیاده روی نه بکار نیست. درباره کسایی که با شهرتشان یعنی به نیکی است، به تقوا است، در این باره غلو زیاده روی نیست. زیاد اقوال است که شما در کتابای السنه را بخوانید، اقوال زیادی است، هم جرح هم گپای خوبش، یعنی رجوع بازگشتش اینا و ائمه یعنی و چیز نکردن، یعنی تکفیرش از ائمه ثابت نیست. در اول بعض نواقص داشت، باز پسان رجوع کرده، باز همه ائمه دین از او به خوبی یاد کرده. دیگه این غالی هستن، این بیچاره کامل معمولی بعض روایت هایی که جرحش از او را میگیرن، یعنی عیبها و نواقصش که بیان شده، او بعض روایت هایی که در خوبی هایش از او را نمیگیرن. دیگه اینا غلات هستن، غلو زیاده روی میکنن. حق رسیده گفته شده، حتی در این باره مناظره شده، بحثا شده، بر خودت معلوم است. دیگه اینا غالی هستن، اینا غلو میکنن، از اینا دور شوین. اینجا گفتیم چند قسم جیاب مردم هست. یکی ابو محمد سنئی کردی که سلف تکفیر میکنه، غلات خوارج است. یک جاهل نادان خارجی است. و دوم بعد یک چند تا دیگه است که اونا تکفیر میکنن ائمه را، مثلا امام ابو حنیفه، شیخ الاسلام تیمیه، محمد ابن عبدالوهاب، علمای نجد، اینا هم غلات هستن یا غلات خوارج است. از اینا هم دور شوین. دعوتایشان روان است، یعنی فریب میتن بعضی خو مردم عوام نمیفهمن. و یکی هم بعضی کسای دیگه است که تکفیر عام میکنه، یا هم تکفیر عام میکنه، میگه اما کافر مگر کسی که ایمانش با ما ثابت شود. یعنی ما از این سوال کنیم و اینی تو عقیدش مثل ما باشه، یعنی که شیخ الاسلام تکفیر کنه فلانی را و فلانی را، بعد از اون مسلمان میشه. این تکفیر عام که میگه عام مردم کافر است مگر کسی با ما ثابت شود، یا را بفهمی که غلات هستن، غالی هستن، یعنی زیاده روی کردن در تکفیر، بناحق تکفیر کردن، مسلمان تکفیر کردن، مؤمن تکفیر کردن. جاهل هستن اینا، علم ندارن، کم علم است، کم خواندن، پیش خود استاد شدن. از علما درس نخواندن، درس نگرفتن، پیش خود استاد شدن. اینا که از اینا دور شوین. علامه از یا امی است که میگه فلانی رو تکفیر میکنی، فلانی رو میکنی، باز اگر کردی خوب نکردی میگه تو در کفر داخل است. فهمیدی؟ یعنی فلانیه که علمایی که به نیکی و به خوبی مشهور است اونا رو میگه. اینا غلات است، اینا خطرناک، از اینا دور باشین. اینا گمراه میکنن. اینا رو برش روایت های صحیح را بیاری که امام صاحب از بعض خطاهای خود رجوع کردن، قبول ندارن، میگه نه، او روایت ها را از پیش خود ضعیف میکشن، در حالی که صحیح است.
و بعض روایت هایی که بسیار درباره امام ابو حنیفه رحمه الله چی شدگی است او را چی میکنن، یعنی جرح شده، او را میگن که این صحیح است، در حالی که بعض از او ضعیف است، او ضعیف از او را قبول ندارن. یا خو نگاه چی نیستن، یعنی جرح و تعدیل کدام راوی صحیح است که خود نمیفهمن، جاهل هستن، نه بنان از پیش خود ضعیف میکنن. بنان ائمه که بعد از ابو حنیفه آمده و دیگه به خوبی یاد کردگی است، یعنی ایرا نگفتن که در خطای خود باقی ماندگی است. متوجه شدین؟ استاد جان بله، الله راضی باشد از شما. جزاک الله خیرا استاد جان. بله. زیاد روایت هاست باز حال کدش جمع کنی با ساعت ها را در بر میگیره. در این باره تو کتاب هم نوشته شده، بحث و بیان شده که یعنی مثل گروه مردم هستن، از اینا خطرناک است، اینا غلات هستن، یعنی اینا شور بخودن دا گپ و دیگه خودم یک دیگر خودم تکفیر میکنه، گاهی من خودم تکفیر میکنم دیگه. هر روز که خود در جنگ است که دیگران اینا تعمق میکنن، یعنی یکی از اصول خوارج بود که در هر چیز بسیار کنج و کاوی میکنن. اینجا خطا شدی کفر شده نشده، یعنی بسیار تعمق و درباره کسایی که اونا مشهور است در خوبی و نیکی، امام مجتهد است درباره از اونا یا خطرناک است، یعنی از اینا دور باشه. بله.